مرجان کارگردان کار. سلام، مرسی که تشریف آوردین و ما رو میهمان خودتون کردیم، ما میزبان شما بودیم. هر چی که بود به هر حال لحظات خوشی رو با هم گذروندیم. همکارامو خدمت شما معرفی میکنم. از اون طرف حامد باریکانی که منشی صحنه ما بود، توی صحنه کمک کرد، همه کاره، آچار فرانسه، همه چی پیش گوشتی، آچار، همه چی بود. عکاس عالی، فیلمبردار خوب، مسعود کاکتل. من خواهش کردم از ظفر بیاد پایین، اومد پایین؟ آره ظفر عزیز، ظفر ستاری و ماندانا کثیری مامان بابای آریان هستن. همه کارمون محسن نادرال اصلی که توی همه زمینه‌ها خصوصا دکور به ما کمک کرد. تنها پرنسسی توی دنیا که خونش گرم نیست ولی قلبش خیلی گرمه، کاملا سیما. و تنها سنجاب شاعر دنیا برای اینکه شعرهای تئاتر ما رو آنایتا ترکمان گفت. تنها کبوتری که توی زندگی واقعش به موقع و به جا اخبار رو میرسونه اما نقش یه کبوتر گیجه بازی کرد، پژمان زیا. تنها مترسک دنیا که قلبی از طلا داره، حسام مختاری. ملکه برفا، دریا ربانی. و کبوتری که ازش ممنونیم که مواظب این که کبوتره بود، هادی ربانی. کسی که توی این تئاتر واقعا همه جوره با نمک کرد کار ما رو و عالی بازی کرد، آریان ستاری. تنها خرگوش دنیا که تهیه کننده هم هست، شادی یزدانی. و دکور ما مدیون سارا فلایی هستش. دستیار کارگردان صفا وادی یوسفی و آقای پاکدل پارسا چون امروز ما دیگه بود پارسا که امروز اومد به ما کمک کرد. مرسی ازتون. منم محمد ارجنگ هستم، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدیم. چقدر خوبه که آدما لطیف و مهربون باشن تو شادی و قصه ها یا